ما داریم آماده میشیم برای اولین بازگشت من به صورت مداوم در تلویزیون که شبکه یا تلویزیون ستاره خواهد بود. برقا رفت. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío. Pásame la boca, que por el cigarrillo, tú sabes que yo soy برقا رفت. One more time. درود! خوش اومدین همگی. خیلی متشکرم بچه ما هستین هنرمنده های سعید، مرسا، نگین، توماج، وحید و تمام شهر چی دوباره نه دوباره شوخی کردم، همین خوب بود. خیلی طبیعی باشه. من بهزاد برور هستم. بعد از سالها برنامه هفتگی رو برای شما خواهم داشت که این آغاز کار ما هستش. واسه همین میخوام شروع کنیم با این آهنگ دست جمعی. همه خاطره دارم باهاش. شبم هست. یک کدوم آهنگ میتونه خوب باشه؟ آها یه داریم میخونیم برای شما که تو خونه هستین. امروز جشن تیرگان هم هست، یعنی در این ماه که جشن تیرگانه و شاد باشین. شاد بودن اصل فرهنگه. این اولین برنامه من هستش و خیلی هم بازم گفتم ممنون. مصادف شده با جشن تیرگان. البته جشن تیرگان از 13 تیر میگن شروع میشه تا 22 که بادروزه، که میگن تیر و باد، اون دستبند مخصوص رو میذاریم و روزیه که میگیم آرش کمانگیر باور داریم که رفت به قله‌ای که شاید دماوند باشه و در اونجا تیری رو رها کرد تا بره 10 روز، یعنی از 13 تا تقریبا 22 9 روز 10 روز تو آسمون بوده، از روز تیر تا روز باد، و باد و فرشته‌های مختلف اینو هدایت میکردن که بره و به دورترین نقطه اون زمان برسه که میخوره به درخت گردوی در ازبکستان امروز تقریبا. و خیلی هم داستانه جالب داره، بعداً شاید خود تعریفش کنم. زیبایی فرهنگ ماست که رنگین کمانی رو اگه در آسمون میبینیم این همون کمان آرشه و اون ستاره شباهنگ که تو آسمون شبها چشمک میزنه اون تیر آرش که هنوز داره میره برای مرز ایران. و این بود داستان ما. ولی خب تابستونه و این برنامه رو میخوام شروع کنیم. کمک قرار بکنید اوخه سیمه گیر نکنه. من میخوام چند تا چیز عجیب غریب و مزه کنیم چون تابستونه داره خیلی سریعتر. تو میخوام همه بیاین ورتر، شما بیاین ورتر. شما بفرمایید سعید. نه بفرمایید برید اونجا وایسین همه. شما برید اونجا. میخوایم از معجزات یا چیزای عجیب دنیا امروز گرمایش دیگه باعث شده همه چیز زود اتفاق بیفته. اینجایی که هستیم من یه میوه‌ای دیدم که معمولا آخر تابستون تازه توی بازار میاد. میوه اولی که میخوایم بذاریم فکر کنم اونو بدین. آره اینو به من. خیلی عجیبه که آلبالو. من دیدم که توی تهران که ما بودیم زمان شاه شهریور و آخره مرداد تازه آلبالو میومد. ولی الان تو تیر ماه آلبالو اومده. شما قرار بود گوجه سبزا رو بخورید، نمیدیم مزه کنید. یه میوه یه چیز خیلی عجیبه دیگه، فندق. یعنی ببین فندق رو ببینید،
شما تا حالا فندق تازه دیده بودی؟ بله شما چون شما اینجا هستی ما ندیده بودیم. خیلی جالبه. اینجا خوشای 3-4 تایی داره. اینم معمولا تو شهریور توی بریتانیا اونورا که اصلا تو مهر ماه تازه به دست میاد. اینم بهتون میدم دونه برین خونتون بعدا. بعد جالب اینه اما ما بهش میگیم نمیدونم چی بهش میگیم. بهش میگن انگور فرنگی و رد کارنت اسمش. شما ببینید. خوش اومد. اینم بلک کارنت میگن یا میگن انگور فرنگی سیاه. جالبش اینه که بازم اینا خیلی دیر میاد و این میزان جوانسازی یا آنتی اکسیدانش اینقدر بالاست که یه خورده از سماق کمتره تازه. و این باعث میشه خیلی جوان شه، به خاطر رنگش بی‌نهایت قوی. از این بابت که استفاده میکنم برای دارو برای جوانسازی. اینم از این. ولی چیزی که میخوام مزه کنه یه چیز خیلی عجیبه که اسمش خود بی‌تربیتیه. حتی بی‌تربیتی اونا نشوندی. بهش میگن گوزبری. این مال بریتانیاست. حتی گوز فکر کنم منظورشون قازه. و این یه جور تمیش. این میخوام مزه کنیم با هم دیگه. اول نشونش بدم. شبیه اینا بین سبز و قرمز. اینم دوباره آخر تابستون تو بریتانیا تنها میوه‌ای که غیر از سیب و گلابی اینا دارن اینه. می‌بینین دیدین؟ می‌خوایم مزه کنین چطوری؟ این همینو رو انتخاب کردیم و بخورین دهنتون رو تلخ کنین. شما بیان بعد تعریف کنین که چیه داستانش. شما می‌خواین شبیه هندونه است. کی اینجا می‌خواد جانباز باشه؟ بچه شما گوزبری اسمش. خوششون اومد. و خیلی از اسمش خوششون اومده. اتفاق خاصی بعدش نمیافته. نه شما فقط دو دستتون بعد درگیر باشه. خب اینو مزه کنید چیه؟ ترش شیرین؟ همه کیوی میده. جالبه نه؟ مزه مثل آب نباتی داره. این از معجزاته و میخوام یه گلی رو هم به شما نشون بدم. مزه‌ش دوست داشتین؟ تو نخوردی؟ آقا میوه تابستونی بچه‌ها. شما خوردید؟ مزه شد. و حالا یک گلی رو میخواستم نشونتون بدم. این دستیار رو ما کو برای گل بده. این بی نهایت زیباست. این اصلا زیبایی تیر، ماه تیر، گل اناره. و اینو من سر کوچه پیدا کردم. چقدر قشنگه. و این انار اتفاقا در ماه تیر شروع میکنه در اصل شکوفه دادن، گل دادن. این گلاشه عین خود اناره و این داره انار میده. بر گونه نهال سیب، بر لب گل نار، گیسوی من و بساطت حضرت یا. در ضمن خانم مرسا شاعر آهنگساز هستن و برای ما اجرا خواهند کرد. یک آهنگ جدیدی رو هم برای اولین بار در این برنامه افتتاح خواهند کرد. برای قرازه از خانم نگین میخوام که برامون بخونن. خانم نگین خوب هستین شما؟ خواهشم بچه‌ها برین جاهاتون رو بگیرین، لیوانای می رو هم به دست بگیرین. نه اینو میتونیم برداریم بریم. ولی همه‌شو نخوریم، ممکنه خطرناک باشه. و اکنون در این قسمت از برنامه آهنگای دیگه هم داریم و بعد جشن تیرگاهی رو هم نشون خواهیم داد که در ساحل قبرس گرفته بودن. ولی اکنون آهنگ با هم، شعر یا ترانه ساخته خانم نگین و آهنگ کامیار کشمیری. می‌نوازم بچه‌ها ریتمشو بریم. این خوبه؟ آها این درست شد. کنارم که باشی یه عمرم، یه ساله دیگه بی تو بودن محاله. یه سالم گذشت و تو بودی کنارم، خوش اومد کنارت بهارم. امسالمون با هم، هر سالمون با هم، هرچی بشه هر اتفاق با تو همراهم. امسال با خنده نترس از آینده، باید رها باشیم با هم از هرچی که بنده. چشات عصر پاییز، مهالو دلانگیز، تنت عطر بارون عزیزم.
شروعی بهاری دیاری یا یاری لبت بوسه بارون عزیزم امسالمون با هم هر سالمون با هم هر چی بشه هر اتفاق با تو همراهم امسال با خنده نترس از آینده باید رها باشیم با هم از هر چی که بعده سپاس خیلی متشکرم. همینطور شما های سعید کلاس گیتار دارن از نوازندگان بسیار خواستم بگم قهار، گفتم فارسیش چی میشه؟ استاد ما هستید. جناب آقای توماش که کشف اسرار میکنن، نوازنده فوق العاده تار که مدت هم میشه. خیلی متشکرم از شما نگین جان. شما آهنگای دیگه هم دارین ضبط کردین درسته؟ بله، من حدوداً 16 ساله که فعالیت موسیقیایی دارم. بله. البته ترانه‌سرا و خواننده هستم. من با ترانه شروع کردم، اول نوازندگی پیانو انجام میدادم. جدا؟ بعد از اون شروع کردم به خوندن. آوازم با آواز کلاسیک غربی شروع کردم. بله. ولی علاقه‌مند بودم که پاپ کلاسیک ایرانی ادامه بدم و اینکه الان اینجا در خدمت هستیم شما با ما. هستم. دارم موزیکای دیگه ای دارم ولی خب یکیشو آماده کردیم. آره. چون ما در عرض یک روز تقریبا یه روز و نیم کمتر از 24 ساعت همه شکایت دارن. خیلی مسئله خلو که بچه‌ها خیلی ممنون هستن. بعد کار من اینه که همیشه کارا رو بعداً میکنم. تو تولد اول فوت میکنم بعد نیت میکنم. من برای شما از اول با شما صحبت کردم، بعد آهنگ میخوندین، آهنگ خوندین، با شما صحبت کردم. کار ما برعکسه. این نخستین برنامه من هستش، بعد چند سال در شبکه ستاره داره پخش میشه و چون مصادف شده با تیرگان یک کوچیک در موردش حتما بگم تا بریم به آهنگ بعدیمون. تیرگان یک جشنی که الان به این شکل گرفته میشه، جشن آبریزان رو داره، چون میگن در دوره از تاریخ ایران، دوره ساسانیان قحطی بزرگی میشه و بعد در چنین روزهای بارون میاد و مردم برای چنین جشنی و هم آب میریزن غیره. این بدون شک یک افسانه است، چون این جشن باستانی تر از اونه. تو هندوستان با رنگ حتی قاطیش میکنن، میریزن رو هم دیگه. یه جشن برکت دادنه. برای اون زمان انقدر آب زیاد بوده و انقدر دریاچه‌ای زیاد ما داشتیم که فکر کنم مشکل نبود. الان دیگه فهم کنیم با آب بطری بریزیم، حتی نریزیم رو هم دیگه. شراب هم میتونیم بریزیم، اشکال نداره. الان ارمنی‌ها جشن آب دارن. بله. این مرتبطه با بله اینا چون چند روزه دیگه. بله، دوران هخامنشیان تمام این قسمت‌ها خب نه که جزء خاک ما باشن، زیر این سلطه فرهنگی و حتی مذهبی اون زمان زرتشتی بودن. مثلا این فرهنگ ما طریق دوران هخامنشی پخش میشه به تمام این کشورهای اطراف و این واقعیت داره. حتی چهارشنبه سوری شبی ما دارم آتش ازش میپرن، از سیبری تا اسپانیا. حالا در مورد تیرگان بگم که اتفاقی که میفته خیلی خلاصه با چند تا تصویری که محمد درست کرده و کارش فوق العاده است. تو افسانه ما جنگی میشه بی پایان با دشمنانی که ما داشتیم به اسم تورانیان با ایرانیان و دیگه این جنگ پایان نداشت، هم دیگه‌شون میکشن. در نهایت میگن بشین چیکار کنیم؟ میگن که بیاین و یک نفر از شما تیری پرتاب کنه، هر جای این تیر خورد میره مرز شما. و چون ایرانی‌ها در قحطی بودن، محاصره شده بودن، اینا از روی کلک این حرفو میزنن، چرا که میدونن که ما یه جور شکست ما یه جون پرتاب کردن تیر نداره. در این حالت چند روایته. یکی این که آرش کمانگیر خودش رو داوطلب میکنه، میگه من هستم. روایت دیگری من شنیدم خوندم، یادم نیست از کجا هستش، تورانی میگن اون رو بگیم بیاد که آدم لاغر اصلا این کاره نبوده که مطمئن بشم ما میبازیم. در نهایت آرش کمانگیری میاد و خودش رو تمرین میده و میدونه که قرار جونش رو در این تیر بذاره و بنابراین به سوی اون مرگاهش میره. اینقدر سرسپرده آزادی ایران بوده و سمبل مدارا، صلح و راه حل مسالمت آمیز آرش هست برای ما. و در روز موعود تورانی‌ها رو اون تیر یک امضایی میکنن که نتونیم ما تقلب کنیم. به هر حال آرش از جلوی مردم رد میشه و سیاوش کسری فوق‌العاده شعری رو در این زمینه سروده که اصلا حرف نداره، زمان شاه ما اینو میخوندیم و میره به صورت یک قله‌ای که حدس میزنه قله دماوند میتونه باشه و اونجا که میره این لباسش رو میدره، جامه رو میدره و نشون میده که هیچ کلکی در بدن اون نیست و این تیر رو جوری پرتاب میکنه که میره و میره
روایت 3 روز میره، روایت از 10 روز و فرشته‌های مختلف، فرشته اسفند، فرشته باد برای ما بسیار مهم بوده. باد در از نامیه که ما الان بهش میگیم وایو بوده و اون نفس انسانه، نفس طبیعت اسمش، که ما وقتی به دنیا میایم با نفس به دنیا میایم، وقتی میریم نفس از ما میره. این اون یاد بوده، اون نماد این نفس هست. این نفس دنبالش میره تا اینکه میخوره به درختی، ولی پیداش نمیتونن بکنن، میگن ببین خیت شدیم باختین. بالاخره چند روز بعد پیداش میکنن این تیر رو و میبینن که درختی گردوی خورده و از اون روز دیگه مرز تعیین میشه و هیچ کم آرش رو پیدا نمیکنه. و آرش و سیاوش کسری میگه هر جا کسایی تو کوه دماوند گم میشن اگه صدا بزنن آرش همشه احساس داشتم سر موضوع باشه این چیز احساسی علیک پوزش خب باشه ولی خیلی قشنگ بود. قشنگ بود. خیلی و من نتونم جمله رو تمام کنم که شما تمام کنید. خیلی زیبا داشتیم تعریف می‌کردین، احساساتی شدیم، ما همه احساساتی شدیم. من که خیلی دوست داشتم برای اینکه ناب واقعیت داشتین میگفتین که اینطور هست که الان اگر کسی اونجا گم بشه و اسم آرش رو صدا بزنه احتمالاً راهکار پیدا میکنه و به نتیجه میرسه. خیلی ممنون از شما. و به هر حال میگم عوض بشه از خانم مرسا میخوام که بیان. خیلی متشکرم از شما و وحید عزیز که هم‌نوازی دایره بکنم. خیلی متشکرم. ببخشید اینجوری شه احساساتی شه. و وحید متشکرم. و اینک آهنگ خدا هم جای ما بود. درست میگم؟ چون من همیشه اشتباه میگم. یکی رو درست گفتم. چون بحث خدا پیش اومد. ترسیدیم از آخرت. آهنگی که ساخته خود خانم مرسا هستش، هم شعر هم آهنگ که همراهی خواهند کرد با ما. خواهش می‌کنم بنوازید. به افتخارش. خدا هم جای ما بود قاطی میکرد، عرق میخورد و هی الواتی میکرد. خدا هم جای ما بود کم میآورد، شاید دلش هوای پارتی میکرد. خدا هم جای ما بود رنگ میشد، نفس کشیدنش هم ننگ میشد. میزد زیر خدا بود دین و آیین، یه کارایی میکرد که سنگ میشد. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. رسید جونمون دیگه به لبمون، دلمون واسه زندگی تنگه. رسید جونمون دیگه به لبمون، دلمون واسه زندگی تنگه. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. روزا جنگ جنگه. خداییش خدا یه نگاه به ما کن، میدونی حالمون خیلی خرابه. حلالمون کن این مستی نابا، حالا که زندگی نقش برابه. خداییش خدا یه نگاه به ما کن، میدونی حالمون خیلی خرابه. حلالمون کن این مستی نابا، حالا که زندگی نقش برابه. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. رسید جونمون دیگه به لبمون، دلمون واسه زندگی تنگه. رسید جونمون دیگه به لبمون، دلمون واسه زندگی تنگه. روزا جنگ شبا بیگ بنگه، باز زندگیمون گنگه. روزا جنگه. خیلی ممنون از شما. سپاس.
این آهنگم داستان جالبی داشت. یک شبه یک اتفاق خاص افتاده. بله اصلی این آهنگ جاز بود ولی توی یک اجرای زنده یکی از دوستان خوش‌ذوق اصفهانی به من گفتن که یعنی پیشنهاد دادن، گفتن اینا 6 8 بریم. گفتم بریم. همونو ویدیو گرفتم و خیلی ساده گذاشتم اینستاگرام و خوابیدم و بیدار شدم دیدم که به به چقدر مردم استقبال کردن و چقدر دوست داشتم و منم دیگه اومدین اینجا که ما میتونیم بشنویم و شما اجرا کنید. خیلی متشکرم از شما. یه چیز دیگه من یادم رفت می‌خواستم به همه بدم و اون دستبند تیر و باد بود که از 7 رنگ به هم بافته میشه به صورت دستبندی که روز تیر که 13مین روز تیر ماه هستش میبندن و روز باد که 22 ماه هست اینو به باد میدیم مثل قاصدک بره اون پیام شما یا رویاتون رو برسونه به اون جایی که باید برسه. به من بدید. آره ولی من یادم رفت اینو دو جالبه که دختره زرتشتی توی یزد بافته بودن، رفت آمریکا، رفت لندن، من آوردم اینجا و از خونه یادم رفت که بیارم پیش شما. حالا ما میایم از شما میگیم. یه بارم پیام این دستبند تیرگان رو بین خواننده‌های معروف پخش کردم. جوایز موسیقی بین‌المللی دف با ما آلمان سال 2025. اونجا که از گوینده‌های روی صحنه بودم که بعد به چند زبان صحبت می‌کردم: عربی، آلمانی، انگلیسی و فارسی. و جوایز دف با ما به این صورتی که برای خواننده‌ها و دست‌اندرکاران میان جایزه میگیرن، اجرای زنده دارن و واقعا بین‌المللی بودن از 4 گوشه دنیا. ما از تونس داشتیم خواننده، هند، لبنان، سوئد، نیجریه، عراق و بالاخره حتی ایران و سوئد. و مراسم دختر شایسته اونجا برگزار شد تا ساعت 3:30 صبح طول کشید. اونجا چهره‌های آشنای خودمون دیدم. کامران هومن، بهزاد عزیز، آقا کامران هومن، دوست داریم خیلی زیاد، به چشماتم خیلی میاد. همینطور توهی. خیلی تلاش کردین اینجا رسید. واقعا درود به تو. واقعا درود به تو. I really appreciate it. I want to thank God first. و البته چهرهایی که بعدا باهاش آشنا شدیم. متولد ارومیه است، کرده و قهرمان هست در آزادی. در پشت صحنه این مراسم من دستبند تیروباد رو دادم به خواننده‌ای مثل شبنم ثریا از تاجیکستان. با خانم شبنم ثریا هستیم. بهترین خاطره تولد من با شما بوده در تاجیکستان. واقعا سپاس از شما. این دستبند تیر و و باده البته از افغانستان و ایران آریانا سعید و توهی. دستبند تیر و باده اسمش. برای بلندترین روز سال دخترای زرتشتی تو یزد بافتن تو جشن تیرگان که 13 تیره به دست می‌بندی 10 روز بعد به باد میدی، چون که تیری که آرش کمانگیر پرتاب کرد باد کمکش کرد 10 روز تو آسمون باشه. یعنی از طرف همه ما به شماست. قربونت برم. تیرگانتون مبارک. سپاس خیلی متشکرم. قسمت بعدی رو بعد 2 نفری در این 1 ساعت گذشته تمرین کردن برای ما اجرا میکنن. خیلی ممنون از شما بچه‌ها. و آهنگی رو برای ما میخواین افتتاح کنین در این برنامه مرسا جان. بله که داستانش چیه؟ اسمش از ایرونی واقعی و تقریبا 2.5 سال پیش من این کار رو ساختم ولی هنوز پخش نشده. دوست داشتم که تقدیمش کنم به برنامه شما به یمن افتتاح. خیلی سپاس، خیلی متشکرم از شما. و با جناب سعید اینو تمرین کردین که برای ما اجرا میکنین در این برنامه ویژه. نخستین برنامه من هستش در شبکه ستاره تلویزیون ستاره. سپاس. ایرونی واقعی. مثل فیلم‌های قدیمی دنبال رفیق بازیم، خیلی پولدار نیستم ولی از خودم راضیم، هنوزم عاشق دربندم و یه حال دوتایی مثل یه دیزی مشتی و کنارش 2 چایی. آره من ایرونیم، یه ایرونی واقعی، بدون دوز و کلک، بدون هیچ افاده‌ای. آره من ایرونیم، یه ایرونی واقعی، بدون دوز و کلک، بدون هیچ افاده‌ای.
آبی ندارم موی بلون چشم مشکی موی فر یه نمه لبخند شکن قد بلند نیستم ولی جیگر دارم اندازه شیر آسمونا زیر پامه دو ستاره تو بچین مثل فیلمای قدیمی دنبال رفیق بازیم خیلی پولدار نیستم ولی از خودم راضیم هنوزم عاشق در بندم و یه حال دوتایی مثل یه دیزی مشتی و کنارش دوتا چایی آره من ایرونیم یه ایرونی واقعی بدون دوز و کلک بدون هیچ افاده ای آره من ایرونیم یه ایرونی واقعی بدون دوز و کلک بدون هیچ افاده ای خیلی متشکرم، عالی بود. خیلی ممنون که این آهنگ افتتاح شد با این برنامه. خیلی متشکرم. و چون همه رفتن گفتی برم پشتوانه هستن برنامه رو ادامه بدیم با جشن تیرگانی که من در دریای مدیترانه ساحل قبرس گرفته بودم. اولین باری بود که من جشن رو میگرفتم. جشن ها رو به صورت رسمی زنده داشت پخش میشد با 3G اونم، چه کیفیت پایینی، ولی دور و بر دنیا وصل کرده بودیم. هنرمندای دور و بر دنیا وصل شدن که روی اینترنت پخش مستقیم داشتیم سر ایرانی جمع شدن که خلاصش رو در پایان این قسمت با هم نگاه میکنیم. جشن تیرگان از نخستین برنامه، اسم برنامه شاید بلورستان. درست حسابی آهنگای خوش نمیبرن، آهنگای خوش رو نمیذارن به خاطر ما و جمعی از دوستداران که از اون وره هتل اومدن به این وره هتل. اولا این کوزه است که توش انگشتر ریختیم، یه مقداری میخوام باش فال بگیریم، ولی چون کوزه قرار بود از ایران بیاد که بین این دو تا باشه نیومد، دیگه مجبوریم اینو با این تقسیم کنیم. اینم آب تیشتر هستش، باران که بباره ما آرزو میکنیم بباره همه چی برکت زیاد بشه. و این هم از کوه دماوند، این یه کوزه است از کوه دماوند مال پیش از دورانی که اصلا کسی یادش بیاد. اینم گذاشتیم به نماد دماوند و اینم برعکس گذاشتیم که یاد دماوند باشه. و اینم گردو که البته شیرینی گردو هم داری ولی اگه بیاد خیلی خوشحال میشه. اینم برای شادکامیه. خلاصه که ما اومدیم یه سری سنت‌های قدیمی رو که بوده و خبر نداشتیم ما با یه چیزای خودمون قاطی کردیم برای نسل آینده که اونجا دوستاشون وایسادن. اولا هم دستبند تیر و باد گذاشتیم که رنگارنگ رنگین کمانه. یعنی چی؟ یعنی هم بارونه، هم آفتاب، هم باده که اینا با هم میشه یک رنگین کمان بجومه که نشان تابستان امسال، این جشن تابستانی ایران قدیمه. و این بادودک رو به نشانش میتونیم بلند کنیم بزنیم به این دسته اینجا اگه میشه. خب اول از همه میخوام یه فال کوزه بگیرم که این از سنت‌های قدیمی ماست. توی کوزه آب میریزن، یه سری انگشتر، من 400 تا انگشتر دارم. خب بعد یک آدمی که هیچ گناه تو زندگیش نکرده باشه که بنده هستم دست کنین توی خودتی وحید انگار. آها آقا بیا اینجا، ببین آقای بادبادکم بیا اینجا. یه کسی نیت کنه. کی میخواد نیت کنه؟ بیا اینجا. ایشون مهران از موسیقیدانان اینجا هستش، 2 ماه اومده، آهنگای خوشو داره، بعد چون غمگین بود گفتین نخون. اشکال نداره که ناراحت نمیشه. یه نیتی بکن. نه فکر کن بهت میگم چیه. خب شما یه انگشتر نگاه نکن، یه انگشتر بردار، یه انگشتر بردار. برنامه پسرونه شد. انگشتر ازدواج. این دست هر کسی بره بعد عروس بشه. اصلا نیت دیگه داشته، می‌خواسته بره سازمان، بره کانادا، این اومد. این نشون شب ما فالامون غلطه. خیلی متشکرم برمی‌شی. ولی بعداً شب برای ما می‌خواد یه آهنگ بزنی. یه نیت دیگه می‌خوایم بکنیم خانوما بیان جلو. خب این فال کوزه است، آب ریختیم. البته کوزه ما این شکلی هستش. شما یه نیت باید بکنین. شما می‌تونید در بیارین از اینجا؟ آره بزنید. نیت کردین شما کی در بیارین؟ اوه 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 اوه. این یه خونه گیرتون میاد. و خیلی هم ابعاد بزرگی داره. واسه همین نیت اون نداشتین نمیشه، چیز دیگه جاش میشه. ولی همون هم خوبه. خیلی متشکرم از شما. تیرگان لب دریای مدیترانه هستیم. قبرس. ما از قبرس داریم وصل میشیم به آلمان. کار شبکه‌های تلویزیونی میکنیم. درباره آرش کمانگیر تو یک داستانی رو ساخته که چه شد
که آرش کمانی میره و جونش میده. و حالا نیلوفر جان لطف می‌کنی رو برای ما اجرا می‌کنی؟ من یک درخت گردوی کهنسالم. بچه‌های من گردوهای مغز دارند. هر سال این موقع اول فصل گرم برایشان قصه تیر طلایی را میگویم که در تنه‌ام دارم. قصه آخرین تیر آرش کمانی. آرش از فراز کوه چون خورشید برهنه طلوع کرد، مطمئن و با قدرت خروشید که اکنون تن و جان خویش را در این تیر می نهم و چون آن را پرتاب کنم مرز ایران را با صلح روشن خواهم کرد و نه دیگر با جنگ. آرش با تمام وجود کمان را کشید و تیر را پرتاب کرد و خودش در میان ستاره ها محو شد. تیر یک نیم روز به سان شهاب آتشین در آسمان تاخت و از فراز رودها و سرزمینها گذر کرد تا بر تنه من درخت گردو فرو نشست. درخت گردو مادر مغزها در بی‌نهایت که مرز ایران باشد. تیرگان فرخنده و جاوید. شما کجا اومدین راستی؟ گیلان. و اومدین؟ اتفاقا آرش مال مازندران بود، استان بغل. شما؟ ما مازندران. شما؟ مازندران. اردبیل سزار اونجا هستین. شما؟ آمول مازندران. ای آمول میگن آرش مال آمول بوده. شما به نمایندگی از آرش اومدی؟ تیرتون به ترکش خورد حتما. شما که خیلی ممنون. شما بادبانبان ما هستید. بادبادک و بچه‌ها چیکار میکنن؟ بادبادک بزنین هوا، ولش کنین. و این بادبادک رنگین کمان رفت ایران، جایی که یه سری از بچه‌ها دور هم جمع شدن تا مراسم آبریزان تیرگان رو زنده کنن به روش خودشون که خیلی بالا. با هم نگاه کنید. این جشن تیرگان 1400، این دستبند رنگین کمان تیر و باد هم خودش با باد داره میره دیگه، بازش نمیخواد میبره باد تا جشن بعدی که امردادگان هستش، جشن مرداد 9 ماه. اینم ستاره امید. گاز گرفت. سپاس از همگی و این بود پایان برنامه. از قبرس کنار ساحلش برگشتیم به این میکده. با سپاس از رستوران رستم به میکده رستم در تفلیس که اینجا رو به ما دادن. اون دست قشنگه کجاست؟ اون دست قشنگش بخیر دست قشنگی نه. و همینطور جوسکا، شراب جوسکا که باعث شدن بچه‌ها سر حال میان. این برنامه ما هستش، برنامه‌ای که ما در اون جشن‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی حتما مرور می‌کنیم، بروز می‌کنیم، برای اینکه ما جایگاه خاصی در دنیا خواهیم داشت، نه اون جایگاهی که در این چند ده سال به هر حال از ما نمایش داده شده. و در این برنامه بدون شک چهرهایی که حق دیده شدن بیشتر رو دارن حضور پیدا خواهند کرد، مثل شما که لطفاً شما همه با سابقه هستین و همینطور شما ولی خب شرایط همیشه باب میل نیست و خیلی اتفاق باعث میشه که ما در محدوده خودمون بمونیم. خیلی ممنون که با ما بودین و در این برنامه شرکت کردین. سپاس از همگی شما. شما کلی مهمون آوردین، از 30 نفر 5 نفر 10 نفر، خیلی لطفاً هم شما. سپاس. نصفشون منشون کارا رو ول کنم بیان تو برنامه من. سپاس از همگی. بدرود تا هفته بعد. بریم دیگه. ممنون. ببخشید من چیزم حالم بد شد سر کمانگی. رکی اوکی.